استریم بچه خوش برمید بچه. توی این ویدیو قراره که بهترین گلزن‌های رئال مادرید رو ببینیم بچه. آخر شب صدام گرفته، یعنی چون آخر شب کم خستم، ولی یه چیزی بچه ویدیو رو گرفتم صوتشو قطع شد، خیلی حس بدی بود. خب بریم سراغ گلزن‌ها. نفر اول کریستیانو رونالدو با 33 گل بچه در اول فصل خودشون در رئال مادرید. نفر دوم 33 گل، یعنی نیستلروی. رونالدو نازاری با 33 گل، رونالدو نازاری با 30 گل. نفر سوم، نفر چهارم گرت بیل با 22 گل و نفر پنجم جود بلینگهام که تلاش هم کرده، عکسش هم گذاشته با 21 گل. دیگه 5 نفر برترش بودن دیگه، بهترین بازیکنایی که تو اولین فصل گل زدن، بیشترین گل زدن. فعلا گود بای.